به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران، مادران قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای کل مخلصان شعر و سخن و نقل روایت‌های تربیتی بنده یک مراجعت نامه بیان کنم. پدران و مادران، برادران و خواهران اهل اسلام من، البته به همه شمایان تشکر که اون ثبت‌های ما را دستگیری کرده، همیشه سخنهای خوب و دعاهای خیر را نسبت ما میکنید. لیکن از همه شمایان یک خواهش دارم، به حرمت خداوند وقتی که اون ثبت‌های ما را گوش میکنین، یعنی اون حکایه ها و نقل های تربیتی که ما میکنیم اونها را گوش میکنین، پیش از همه به آواز ما اهمیت ندهین. یعنی امروز ها بسیارند، یک چند برادران و خواهران عالی قدر که در اون نوارهای ما تحریر کرده می نویسن برادر بسیار آواز شیرین داره و دیگر. برادران و خواهران اهل اسلام من، مقصد اساسی بنده با یاری شمایان، با دستگیری شمایان مستحکم کردن جامعه، مستحکم کردن اون عائله هایی که در عرفه برباد شویست این است، نه اینکه شنیدن تعریف و مدارا. یعنی از این گفته های من خدا نکرده اگر غمگین شوین از همه شما معذرت میخواهم. و البته اگر در وقت گفتن این یا آن حکایت اگر به خطاگی راه داده باشم، از همه شما معذرت میخواهم. و یا اینکه اگر در وقت گفتن این یا آن نقلی سخنی نسبت شما، یعنی سخنی بدی گفته باشم، از همه شما معذرت میخواهم. لیکن باز تکرار میگویم که برادران و خواهران اهل اسلام من و پدران و مادران قدر، مقصد اساسی بنده، مقصد اساسی امید رحمت این فقط کمی باشد هم یک حصه خود را برای پیشروی جامعه مردم تاجیک و تاجیک زبان و فارس زبان گذاشتن است. و خوب میشد که وقتی اون نقل روایت های ما را گوش میکنین، به حرمت خدا شما با اون آوازهای ما و با اون طرز گفتن ما اهمیت ندهین و معنای اساسی اون پند و حکمت و معنای آیت قرآن و حدیث های پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را برای خود درس عبرت گیرید. چون امروز هر یک بنده خطاکار است. البته من هم بسیار خطاگی دارم و این را فقط الله تبارک و تعالی میداند. و البته در این دنیا انسان بی خطا نیست. از این لحاظ از همه شما بار دیگر از تمام دل خواهش میکنم که برادران، خواهران و پدران و مادران قدر، در وقت شنیدن همه اون سبک هایی که ما میکنیم، پیش از همه معنای اساسی اون نقل و روایت ها را به خود یک درس گیرین. در حق بنده فقط یک خواهش، فقط دعای خیر، تا اینکه الله تبارک و تعالی در آینده نیز برای ما مددگار باشد، تا اینکه به سمع شما باز چندین ثبت های تربیوی را پیشکش نموده. دعای خیر شمایان و پیش از همه رضای الله تبارک و تعالی را نصیب شویم و الهی الله تبارک و تعالی از هر یک ما و شما رضا باشد. در این دور و زمانه بسیارند بعضی اون نفرانی که نسبت این یا آن ثبتها سخنهای غلط نیز میگویند، لیکن من به آنها هیچ گفتنی ندارم. شکر که شماره اون شخصانی که ثبتهای ما را دستگیری میکنند هزارها مراتب، 100,000 مراتب زیادند. و اون شخصانی که بعضی از نصیحت‌های ما را نمیپذیرند، اینها اون شخصایی هستند که میگویند قبر من دیگر است و قبر تو دیگر. خب خدا نگهبان و خدا مددگار شما باد و هر یک شما را به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت گرداند. بار دیگر در آخر عزیزان دل، من هم یک بنده عاجز و گناهکارم و هر یک خطاگی که میکنم فقط به الله تبارک و تعالی عیان است. و دعا دارم که خداوند تبارک و تعالی هر گناهی صغیره و
که برای ما و شما را مغفرت گردانده، بین هر یک ما و شما دوستی و برادری را مستحکم کند. و الهی پروردگار، هر یک فتنه کاران و هر یک نابرکارانی که میخواهند ملت ما را و جامعه ما را ناآرام کنند، الهی به این مقصدی غلطشان هیچ وقت نرساند و اونها را خال و ذلیل گرداند. برادران و خواهران قدر من، در هر منازلی که نباشین، به حرمت خدا، به قدر انسانی، به قدر یکدیگر، به قدر این عمر دو روزه‌ای که دارین برسین و در حقیقت غیبت و فتنه بی اساس و تهمت‌های خشک و خالی کرده خود را در نزد کل مردم مسلمان، کل مردم این دنیا و پیش از همه در پیشگاه خداوند شرمنده و شرمسار نگردانید. بار دیگر میگویم که ما همه گناهکاریم. در این دنیا انسان بی خطا و بی گناه نیست، اونها وجود ندارد. لیکن بنده باید از رحمت الله تبارک و تعالی امیدوار باشد، زیرا در این دنیا ناامید فقط شیطان لعین است. ما مسلمانان به رحمت الله تبارک و تعالی، با اون شفاعت پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فقط دعا میکنیم و به کرم بی همتای الله تبارک و تعالی امیدوار هستیم. و الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را به نیت خیر و با نیت‌های دینی و دنیوی برساند و ما را از راه شیطان و از وسواس شیطان لعین دور ساخته هر یک ما و شما را به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت گرداند. آمین یا رب العالمین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت. در آخر بار دیگر تکرار میکنم که برادران و خواهران اسلام من، هر یک پندی که ما میکنیم مقصد اساسی بنده این فقط مستحکم کردن جامعه و نصیحت کردن اون شخصانی که تا این دم گمراه بودن. دیگر اون تعریف و مدارایی که برای ما میکنند هیچ لازمی ندارد. البته تشکر که برای ما چون سخنهای زیبا و پرمضمون را مینویسیم، لیکن برای ما بهتر است که از اون پند و درس هایی که ما میکنیم، از اون نقل روایت هایی که ما میکنیم کمی باشد هم به خود درس عبرت گرفته مهر و عاقبت نسبت پدر و مادر، خواهر و برادر، یار و دوستان مستحکم کنین. این برای ما بسیار کفایه است. خب اگر از من یگان خطاگی رخ داده باشد از همه شمایان معذرت میخواهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.